درود میفرستم به رادیو فرهنگ تاجیکستان. من نیکا اسفندفر هستم، 14 سالمه، کلاس 8 یا همون دبیرستان هستم و کار شاهنامه خوانی و نقالی رو انجام میدم. براتون بخش شاهنامه رو روایت میکنم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. چو کاووس بگرفت گاه پدر، مر او را جهان بنده شد سر به سر. ز هر گونه گنج آگنده دید، جهان سر به سر پیش خود بنده دید. نقل امروز ما نقل 7 خان رستمه. شما بزرگترها دیدین وقتی میخواین یه کار سختی رو انجام بدین میگین باید از 7 خان رستم بگذریم. این قصه 7 خان رستم از کجا میاد؟ از اون روزی میاد که به سر کیکاووس هوای گرفتن مازندران زد. پهلوانا دنبال راهی بودن تا کیکاووس از این کار منصرف کنن. چرا؟ چون مازندران سرزمین دیوان و جادوگران بود. حتی نصیحت‌های زال پیر هم بر او کارساز مشد که مشد. کیکاووس با ارتش گران راهی مازندران شد. پادشاه مازندران به دیو سپید خبر داد که به دادمون برس. به فرمان دیو سپید بسیاری از سپاهیان ایرانی کشته شدن و کیکاووس و بقیه پهلوانا اسیر دیو سپید شدن. کیکاووس پشیمان از کاری که کرده بود پنهانی سواری به زابل فرستاد که به زال بگوید که به دادمون برس. زال رستم را خبر کرد. چنین پاسخش داد رستم که دراز است و من چون شوم کینه خواه. از این پادشاهی بدان گفت زال، 2 راه هست و هر دو به رنج و وبال. یکی از 2 راه آنکه کاووس رفت، دگر کوه و بالا و منزل 2 هفت. پر دیو و شیر است و پر تیرگی، بماند بدو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگزین شگفتی ببین، که یار تو باشه جهان آفرین. اصلا مهر کتابخوانی، ادبی و دوستداری، شاهنامه خوانی رو در قلب شما کی بیدار کرد؟ در عائله شما بیشتر پدر کتابخوان است یا مادر؟ جفتشون خب خیلی کتاب میخونن و شده منم کتاب زیاد بخونم. در نتیجه خب من خیلی علاقه پیدا کردم به یه قضیه. بعد من یه معلمی هم داشتم، اون داستانهای شاهنامه رو برامون به شکل نقاشی در می آورد و اونجا بود که جرقه این کار تو ذهن من روشن شد. از شاهنامه چی آموخته؟ خیلی خوب تاثیر میذاره. همین که آدم داخل شاهنامه خیلی چیزهای مهمی یاد میگیره که مثلا همیشه درست ترین کار رو بکنه، یاد میگیره که هیچ وقت دروغ نگه، هیچ وقت نره سمت کارهای اشتباهی، همیشه از حق دفاع کنه. اینها چیزهایی بود که آدم میتونه تو شاهنامه یاد بگیره. جسارت می‌آموزن. بله. در کدام دانشگاه شاهنامه خوانی کردی؟ در دانشگاه ملی دوشنبه بود فکر کنم، دانشگاه آموزگاری بود که 2 تا اجرا داشتیم. یه دونه هم سالن اپرا بود که اون حالا دانشگاه نبود ولی خب اون هم یه سالن خیلی بزرگ بود. تئاتر اپرا و بالت من استادینی هم بودی. Today's anecdote is about the 7 lovers of Rustam, or as well 7 خان رستم. We say we have to pass 7 خان رستم. چی برداشت کردید باز از این سفری که برای چند روز مهمون بود؟ برداشت من از این سفر مهمون نوازی و مهربونی خیلی زیاد افراد تاجیک بود و اینکه ایران و تاجیکستان میتونن خیلی دوستای خوبی باشن چون هم از نظر زبانی هم از نظر فرهنگی به شدت و هم نزدیک هستن. When we want to do a hard work, but where does the story behind it come from? It come from the day Kekavus wanted to take Mazandaran. The champions were looking for a way to this way. The king from were doing that because Mazandaran was the land of demons and witches. Kekavus regretted what he had done, secretly sent someone to Zabul and asked Zal for help. But who could have been defeat the demons and witches and all the difficult of the way? رستم. برای ما و شنونده ها داستان‌های شاهنامه رو قرائت می‌کردید. مرحمت. خان اول، نبرد رخش با شیر. رستم برای رها کردن کیکاووس از بند دیوان راهی مازندران شد. رخش شب و روز میتاخت و 2 روز راه را به 1 روز طی می‌کرد تا اینکه رستم گرسنه و خسته شد.
دشتی پرگور پدیدار شد. رستم کمند انداخت و گوری را بگرفت و بریان کرد خود. سپس رخش را برای چرا باز کرد و خود در سایه نیزاری به خواب رفت. اما آن بیشه خانه شیر بود. پس از ساعتی شیر به آشیانه برگشت. چو یک پاس بگذشت در رند شیر، به سوی کنام خود آمد دلیر. برنده یکی پیل را خفته دید، بر او یکی اسب آشفته دید. نخست اسب را گفت باید شکست، خداویم سوارم خداویت به دست. سوی رخشان برآمد دمان، چو آتش بجوشید رخشان زمان. دو دست اندر آورد و زد بر سرش، همان تیز دندان به پشت اندرش. همی زد بر آن خاک تا پاره کرد، ددی را بر آن چاره بیچاره کرد. چو بیدار شد رستم تیزچنگ، جهان دید بر شیر تاریک و تنگ. چنین گفت با رخش کای هوشیار، که گفتت که با شیر کن کارزار. چرا نامدی نزد من با خروش، خروش تو هم چون رسیدی به گوش. سرم گر ز خواب خوش آگه شدی، تو را جنگ با شیر کوته شدی. رستم از پشت سر گذاشتن خان اول خیالش آسوده شد. حق نگهدارتون. در مورد اینکه ما کجاها رو داخل تاجیکستان رفتیم، خب ما ابتدا اومدیم دوشنبه که شهر بسیار زیبا و مهمون نوازی بودن. بعدش رفتیم به شهر باختر و کولاب که بسیار شهرهای هنردوستی بودن و این هنردوستیشون خیلی دلچسب بود برامون. بله ما یک روز به بخش حالا نمیدونم خانه نویسندگان بود یا خانه شعرا که شب شعری در اونجا برگزار شد و تعداد زیادی از شاعران به نام تاجیکستان و تعدادی هم شاعران ایرانی در اون حاضر بودن. نظرم هم در راجع به تاجیکستان می‌خواستم بگم این که تاجیکستان خیلی کشور زیبا، مهمون نواز و هنردوستیه و خیلی خوشحالیم که باشون روابط دوستانه داریم.